منطقه خاورمیانه سالهای بسیار پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد. نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای کلیدی و یکی از بازیگران منطقه در این تلاطم چیست؟ آیا نظام جمهوری اسلامی ایران نقش سازنده‌ای در مناسبات منطقه به عهده گرفته یا آنگونه که متهم است به اختلاف‌ها و تنش‌های مذهبی و قومی در این منطقه دامن می‌زند؟ اینها محور سوالاتی هستند که با آقای دکتر سعید بشیرتاش، جراح دندانپزشک و فعال و کنشگر سیاسی به گفتگو خواهیم نشست. آقای دکتر بشیرتاش، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما. سپاسگزارم من از شما که من آقای دکتر بشیرتاش، با پدیده به اسم داعش روبرو هستیم در سوریه و عراق، با حوثی‌های یمن که اونجا به عنوان یک نیرویی که جمهوری اسلامی پشتیبانیشون میکنه روبرو هستیم. ایران به نظر میرسه که در سوریه و عراق هم به عنوان یک نیروی در برابر داعش داره فعالیت میکنه. اوضاع منطقه رو در ابتدا چگونه میبینید؟ منطقه در چه شرایطی هست و ایران داره اونجا یا از منافع ملی مردم ایران دفاع میکنه، نقش سازنده‌ای داره در منطقه، یا شما جور دیگه میبینید قضایا رو؟ منطقه خاورمیانه یکی از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخی خودش رو به نظر من داره میگذرونه. چند صد هزار نفر فقط در چند سال گذشته کشته شدند، به ویژه در سوریه، ولی خب در کشورهای دیگه منطقه هم ما شاهدش هستیم. نیروهایی رو نام بردید مثل حوثی‌ها، مثل داعش، خب بعد بر اینها نیروهای دیگه هم اضافه کرد مثل جبهه نصرت در سوریه یا حتی نیروهای شبه نظامی شیعه که بعضاً بسیار افراطی هستند و زندگی رو بر مردمان عراق، حتی بر شیعیان عراق دشوار کردند. همین چند ماه پیش بود که بیش از 40 روسپی بغداد رو اینا کشتار کردند. شما از لبنان بگیرید تا سوریه تا عراق، به ایران برسیم که یک حاکمیت مذهبی، یک حکومت تئوکراتیکی سر کار هست که یکی از میشه گفت عقب افتاده‌ترین حکومت‌های جهان. قوانین که در جمهوری اسلامی ایران حاکم هست، اگر مقایسه‌اش بکنیم حتی با کشورهای این منطقه که به هر حال وضعیت بسیار دشواری دارند، باز هم بسیار عقب افتاده‌تر هست از قوانین کشورهایی مثل اردن، مثل لبنان یا حتی افغانستان و عراق یا ترکیه و دیگر کشورها یا کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی. من چیزی که می‌بینم یک جنگ مذهبیه، آدم رو به یاد جنگ‌های مذهبی قرون وسطا میندازه، یا در اروپا، در فرانسه در قرن 16 که بیش از 1 میلیون نفر رو به هر حال پروتستان ها و کاتولیک ها کشتار کردن از هم دیگه. چیزی که ما در اینجا می‌بینیم همچین حالتیه. نگاه کنید شما جمهوری اسلامی رو که یه حکومتی به هر حال ضد زن ستیز، مخالف ابتدایی ترین حقوق و به اصطلاح آزادی‌های فردی و اجتماعی هست در جامعه، در کنارش می‌بینیم یه القاعده، طالبان در افغانستان رو هم نباید فراموش کرد. میان که ظاهراً مثل این که حتی از اینها هم عقب افتاده تر هستند. یا در سوریه داعش هستش، جبهه النصره هست، یا یک حکومت دیکتاتور بسیار خشنی به نام اسد. در مورد اینکه ایران چه نقشی در این وسط داره، از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی سران جمهوری اسلامی در پی صدور انقلاب بودند و الان هم به هر حال در راستای همون سیاست‌ها دارن عمل میکنند. و یک چیزی رو که نباید فراموش کرد اینه که اصولاً اسلام در ذات خودش اکسپانسیونیسته. حالا میخواد این اسلام شیعه باشه یا سنی باشه، و در نتیجه این اکسپانسیونیسم به اصطلاح جمهوری اسلامی رو نباید به هیچ وجه با ناسیونالیسم قاطی کرد. دو چیز کاملا متفاوتی هستن. حتی حوزه عملیشون رو هم که می‌بینید که اینها حوزه عملیشون در فقط قسمت‌های شیعه نشینه. حالا اگر در ایران داعش هم سر کار بود، همین
موضع صدور انقلاب یا اکسپانسیونیسم رو حتما داشت و اون هم سعی می‌کرد به هر حال بر کشورهای دیگر منطقه به هر حال انقلابش رو صادر بکنه و حاکمیت خودش رو به هر حال اونجا اعمال بکنه. ولی خب طبیعتاً چون اونا سنی بودن به گونه دیگه برخورد می‌کرد. اینها رو نباید به هیچ وجه با یک نوع ناسیونالیسمی که به هر حال بعضیا هستن متاسفانه در مورد قاسم سلیمانی تصوراتی دارن و خیال میکنن که به هر حال اینا حافظ منافع ملی ایران هستن. به هیچ وجه اینگونه نیست. داعش در عراق، اول از همین که داعش الان خب نامش شده دولت اسلامی، پیش از اون داعش بوده و قبل از داعش هم داع بوده و قبل از اون هم به هر حال اصلا بنیانگذار این گروه ابو مصعب الزرقاوی بود که در سال 2006 کشته شد در عراق. به هر حال اینها در زمانی که آمریکا در عراق بود در جنگ با یکدیگر بودند و ابو مصعب الزرقاوی هم در یک حمله هوایی کشته شد توسط نیروهای آمریکایی. بعد از اینکه بسیار ضعیف شدند این نیروهای داع اون موقع یا دولت اسلامی عراق و نیروی آمریکایی رفتن بیرون، عراق به دست دولت مالکی افتاد که میشه گفت متحد جمهوری اسلامی بود. حتی بسیار نزدیکتر از دولت فعلی عبادی بود به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی به شکلی اونجا اعمال نفوذ میکرد، به خصوص از طریق قاسم سلیمانی. ولی چنان کشور رو به صورت بدی اداره کردند که موقعی که داعشی ها رفتند سوریه از خلأ، به هر حال اینجا مسئله سوریه هم رخ داد بعد از اون انقلابی که در ابتدا در سوریه رخ داد و کشتاری که اسد کرد، در اکثر یک سال و نیم بعدش دیگه به جای نیروهای ارتش آزادی بخش سوریه نیروهای اسلامگرا اونجا حاکم شدن، جبهه النصره، و بعدش هم داعش هم که از عراق رفت اونجا و در اونجا قدرتمند شد. خود جمهوری اسلامی هم علاقه داشت و همینجور حافظ اسد برای اینکه داعش در اونجا قدرتمند بشه، برای اینکه غرب بین داعش و اسد مجبور به انتخاب باشه که فقط این دوتا رو بتونه انتخاب بکنه و طبیعتاً نتونه به اصطلاح داعش رو انتخاب بکنه، برای اینکه حافظ اسد باقی بمونه. برای همین هم کمترین درگیری‌های نظامی رو حافظ اسد با نیروهای داعش داشت. خب داعش رو به هر حال به شکلی میشه گفت سیاست‌های جمهوری اسلامی نقش زیادی داشت در برآمدنش در سوریه و این چیزی که از سالها قبل نیروهای به هر حال ارتش آزادی بخش سوریه هم این رو میگفتن یا نیروهای سکولار سوریه. بعد از اینکه داعش در سوریه قدرت گرفت، با توجه به سیاست‌های فرقه‌ای که در عراق اعمال شده بود توسط دولت مالکی، مردم سنی اونجا بالاخره 1% هستن در اونجا، حدود حداقل 20% از مردم عراق یا 20-25% مردم عراق سنیان عرب هستند. اینها بسیار ناراضی بودن از سیاست‌های دولت مالکی و از نفوذ به اصطلاح ایران که نمایندش سردار قاسم سلیمانی بود. برای همین موقع که داعش حمله کرد در عرض 7-8 ماه شهرهای بسیار زیادی رو گرفت، حتی تقریبا میشه گفت تمام قسمت‌های سنی نشین رو با سرعت بسیار زیادی گرفت و دلیلش هم نارضایتی مردم سنی اونجا بود، برای اینکه یک جنگ شیعه و سنی هست که متاسفانه در منطقه راه افتاده به خاطر همین سیاست صدور انقلاب ایران که به هیچ وجه در راستای منافع ملی ایران نیستش. همین سیاست صدور انقلاب، یعنی شما فکر میکنید حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه بیشتر ایدئولوژیکه و به مذهب برمیگرده، بیشتر سیاسی است، به حفظ قدرت جمهوری اسلامی برمیگرده، یا داره از منافع مردم ایران حمایت میکنه؟ بعضی آخه معتقدن که اگر این حکومت یا این اقتدار نظامی نبود ما الان ممکن بود در ایران هم شاهد جنگ‌های فرقه‌ای باشیم. تا چه حد اینها درسته؟ اصولا جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر نماینده یک نهضت اسلامی میدونه تا نماینده یک ملت و تمام فعالیت‌هاش در منطقه بر اساس این ایدئولوژی اسلامی هست. دلیلش هم این هستش که می‌بینیم که در تمام قسمت‌هایی که شیعیان حضور دارن ایران حضور داره، در حالی که بخش‌های مهمی رو از که به هر حال میتونن در چارچوب منافع ملی ایران هست
اونجاها رو رها کرده. من دوستانی رو مثلا در تاجیکستان میشناسم که خیلی ناراحت هستن از اینکه چرا جمهوری اسلامی به شکلی اونجا رو رها کرده و به شکلی فقط تحت نفوذ روسیه هست، در حالی که اونا علاقه داشتن که کشور ایران هم حضور داشته باشه تا بتونن اونجا یک بالانسی رو رعایت بکنن. ولی خب اینها مثلا در یمن به اصطلاح چون حوثی‌ها شیعه هستند، اکثریت بزرگشون در اونجا به اصطلاح پایگاهی درست میکنن، سعی میکنن در اونجا به هر حال انقلابشون رو صادر کنن، چون صدور انقلابشون در میان شیعیان بسیار راحت تره. و متاسفانه چنین سیاستی باعث ایجاد یک جنگ فرقه‌ای در منطقه شده، جنگ سنی و شیعه، که همونجوری که گفتم شبیه جنگ‌های قرون وسطایی هست. و متاسفانه ایران به نظر من در دراز مدت توانایی این که بتونه بار این همه جنگ‌های منطقه‌ای رو به تنهایی بر دوش بکشه نداره و بالاخره خود این مسئله باعث این میشه که کشورهای دیگر متحد بشن بر علیه ایران و بر علیه منافع ملی ایران. و متاسفانه ما ببینید شما همین تکریت رو که نگاه بکنید، اینها حمله کردن برای اینکه تکریت رو بگیرن. چند صد نفر از اعضای داعش در اونجا بودن. اینها بعد از چندین هفته جنگ حتی شهر تکریت رو هم نتونستن بگیرن، همچنان که قبلش بیش از 1/3 از عراق رو به راحتی از دست دادن، چون دسته خود همین ها بود، دسته جمهوری اسلامی و مالکی و جمهوری اسلامی بود، متحدینش بود، سردار قاسم سلیمانی و دیگران. و اینا حتی نتونستن نیروهای داعش رو از شهر تکریت پس بگیرن و مجبور شد دولت عراق از دولت آمریکا بخواد که از طریق هوایی کمک بکنه به نیروهای عراقی و اونها هم شرط گذاشتن که رهبری این عملیات رو ارتش عراق داشته باشه و نه نیروهای شبه نظامی. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با این سیاستی که در پیش گرفته یک بحران بسیار بزرگی رو در آینده، همین الان یک بحران برای منطقه است، ولی در آینده این بحران میتونه عوارض بسیار خطرناکی برای ایران داشته باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی تا حالا چندین بحران بزرگ برای ایران به وجود آورده. بگیم اولیش گروگانگیری بود، بعد جنگ ایران عراق، بعد بحران هسته‌ای. هر بار هم متاسفانه تونسته با استفاده از یک سری احساسات سطحی ناسیونالیست، استفاده از یک سری احساسات ناسیونالیست بخش‌های از مردم ایران، حمایت بخشی از مردم ایران رو هم داشته باشه، چه در مسئله گروگانگیری، چه در مثلا ادامه جنگ عراق نه در آغازش، و چه در مسئله هسته‌ای. ولی متاسفانه این بحران‌ها همشون باعث زیان‌های جبران ناپذیری برای منافع ملی ایران شدند. منافع ملی مرزش با حفظ حقوق انسان‌ها در خارج از مرزهای یک کشور چیه؟ ما آیا میتونیم منافع ملی رو به در واقع قیمت ریختن خون کودکان سوری یا جوانان، پیرمردان، پیرزنان عراقی و سایر جاهای دیگه توی منطقه داشته باشیم؟ بزرگترین بخش از منافع ملی حقوق شهروندیه. یعنی یک کشوری که حقوق شهروندی خودش رو، یک دولتی که حقوق شهروندی مردمانش رو رعایت نکنه، بزرگترین ضربه رو به منافع ملی اون کشور زده، پویایی اون ملت رو مانع شده و آینده‌ای برای اون نظام هم در دراز مدت تصور نمیشه کرد، چون رژیم‌های غیر دموکراتیک، رژیم‌های دیکتاتور سرانجام به هر حال به شکلی ساقط میشن و باعث ایجاد به هر حال بحران‌هایی در زمینه منافع ملی یا حتی تمامیت ارضی ایران. دولتی که حقوق شهروندی خودش رو رعایت بکنه، دولتی که اجازه بده که ملت خودش بر سرنوشت خودش حاکم بشه، اون دولتی که منافع ملی خودش رو داره حفظ میکنه. و ما در کل تاریخ جهان ندیدیم که دو دموکراسی وارد جنگ بشند، یعنی هیچگاه دو کشور دموکراتیک وارد جنگ نشدند. زمانی که در یک کشور دموکراسی برقرار میشه، حقوق شهروندی رعایت میشه، هیچگاه دولت چنین کشوری وارد جنگ با یک دموکراسی دیگه نخواهد شد. البته در منطقه خاورمیانه کشور دیگه هم به هر حال دموکراتیک نیستند، ولی موقعی که حقوق شهروندی در ایران رعایت بشه، موقعی که برابری حقوق شهروندی
حالا هر دینی که داشته باشیم، چون ایران که فقط شیعه نیستش، برای حدود 15% از مردم ایران هم سنی هستند. طبیعتا دولت ایران نمیتونه یک نگاه به اصطلاح دین محور در منطقه داشته باشه و اصولا دموکراسی های همچین نگاهی رو نخواهند داشت. برای همین من نمیتونم تصور کنم که یک دولتی ادعا بکنه که ما برای حفظ منافع ملیمون وارد جنگ های مذهبی در منطقه میشیم. همچین تصوری اصلا به نظر من خیلی اشتباه است. اون سوی قضیه همونطور که خودتون اشاره کردید، ما کشورهایی رو داریم که از نظر اصلا به هیچ وجه نمیشه اونها رو دموکراتیک دونست، مثل عربستان و قطر که الان یک طرف بازی هستن. باز به تکریت اشاره کردید، شایعاتی بوده مبنی بر این که به دولت عراق عرب‌ها، عربستانی‌ها و قطری‌ها فشار آوردن که تکریت خط قرمز ماست و به هیچ وجه نباید واردش بشید. به نظر میرسه خاک عراق برای مثال به عنوان یکی از کشورها، پیشتر هم سوریه اینطور بود، الان هم یمن اینطوره، به نوعی عرصه بازی میان تهران و ریاض شده یا ریاض و متحدانش شده. در دراز مدت نقش این کشورها رو چطور میبینید؟ چه از نظر نیروی سیاسی، نفوذی که در جامعه بین‌الملل دارن اونها، مقایسش با ایران، چه از نظر نظامی؟ حالا این کشورها متاسفانه نقش بسیار منفی در منطقه داشتند، یعنی نمیشه همه نقش‌های منفی رو فقط به جمهوری اسلامی داد. در سوریه شاهد بودیم که واقعا به نیروهای اسلامگرا به صورت جدی کمک می‌کردند، یا حتی ترکیه چشمش رو بس بر تقویت داعش در سوریه، برای اینکه به هر قیبه‌هایی می‌خواست اسد ساقط بشه. خب اینها متاسفانه حتی در عراق هم متاسفانه سیاست‌های مخربی داشتن، یا در بحرین یا در یمن که عربستان اون منطقه رو حوزه نفوذ خودش می‌بینه. متاسفانه کل خاورمیانه با بحران جدی روبرو هستش. امری که به هر حال به ما ایرانی‌ها مربوطه اینه که این سیاست صدور انقلاب و این سیاست تشدید جنگ سنی شیعه سنی گمون کنم به این مسائل بیشتر دامن زده و این بحران هایی که جمهوری اسلامی با کشورهای غربی داره، این هم به هر حال وضعیت رو بدتر کرده، به طوری که کشورهای غربی هم به هر حال زیاد روی دولت ایران نمیتونن حساب کنن و بالاخره این وسط یک سری متحدانی دارند و بعضی مواقع حتی متاسفانه دنباله روی اون دولت هم در برهه هایی شدن، مثل ماجرای افغانستان و طالبان که البته بهای سنگینش رو هم بعداً دیدن سر 11 سپتامبر و دیگر مسائل. به هر حال این دولت‌ها نقش بسیار منفی دارن، همونجوری که جمهوری اسلامی داره، ولی کن سیاست جمهوری اسلامی باعث ایجاد یک تقابل بسیار جدی میان به هر حال این دول شده. بارها به نام قاسم سلیمانی هم شما اشاره کردید، هم الان در صحنه سیاسی چه داخلی چه بین الملل اسم این در واقع ژنرال سپاهی یا سردار سپاه به گوش میرسه. مانور زیادی روش داده میشه، حتی بعضی از کسانی که در واقع منتقد هم حساب میشن، منتقد حکومت ایران هم حساب میشن، از واژه‌های تمجید آمیز و تحسین کننده نسبت به ایشون استفاده کردن. چطور میشه یک فرد که شاید تا همین سالهای اخیر به عنوان ریاست یک نیروی شاید تروریستی، حالا اگه بتونیم اسمش رو بذاریم، از سوی بعضی از کشورهای جامعه بین الملل سپاه قدس به عنوان یک گروه تروریستی اسم برده شده ازش، چطور میشه یک فرد یکهو تبدیل بشه به چیزی شبیه قهرمان ملی؟ آیا هم چیز ممکنه؟ این منتقدان حکومت اسلامی رو شما میتونید نام ببرید، ببینم کدوم منتقدان از سردار سلیمانی؟ توی فضای مجازی گفته شده، تو بعضی از شبکه‌های تلویزیونی به همین صورت بعضی از تحلیلگران در پاسخ به بعضی از سوال‌ها از ایشون بعضن به عنوان سردار عارف نام بردن. من اینا رو منتقد جدی جمهوری اسلامی نمیدونم، من جایی زیاد ندیدم که اینها منتقد جمهوری اسلامی بشن. حالا اگر به این نام معروف هستند، حالا دیگه این تقصیر دیگرانی که اینها رو به عنوان منتقد جمهوری اسلامی میشناسند. ولی میبینیم که در صفحه‌های اجتماعی
این درسته از قاسم سلیمانی خیلی ها به عنوان قهرمان ملی نام میبرن، میگن اگر اون نبود الان داعش در داخل ایران بود، الان داعش تو ایران حکم فرمایی میکرد، حرفای بسیار عجیب و غریبی میزنن، در حالی که کشور عراق حداقل میشه گفتش که از سال 2006 آرام و به خصوص پس از خروج نیروهای آمریکایی به شکلی دست همین سردار فرمانده سپاه قدس افتاده بود و به شکلی نقش اصلی رو در لو دادن بخش بزرگی از این سرزمین‌های عراق و رسیدن داعش به مرزهای ایران خود این سرداری به هر حال داشت که به هر حال حمله یک ماهش هم به تکریت با متاسفانه خیلی نتیجه بدی روبرو شد و نتونستن حتی شهر تکریت رو از دست چند صد نفر داعشی پس بگیرن. البته این سردار سپاه همونجوری که گفتید خب کاری به سپاه قدس نداریم که به هر حال یک نقش به هر حال خاصی رو در منطقه داره بازی میکنه در دامن زدن متاسفانه به همین جنگ شیعه و سنی، ولی در داخل ایران پس از قیام 18 تیر آمد و اون نامه رو به همراه دیگر فرماندهان سپاه، نامه تهدیدآمیز رو به خاتمی نوشت که به هر حال این 18 تیر رو باید جمع کرد این جنبش دانشجویی رو، وگرنه ما وارد عمل میشیم. همین گونه پس از جنبش به هنگام جنبش سبز، پس از تظاهرات 25 بهمن که 1 میلیون تا 3 میلیون نفر از مردم تهران در تظاهرات کردن علیه تقلب انتخاباتی، اومد و اون به هر حال بیانیه و سخنرانی، بیانیه بسیار تند و شدید و لحن خودش رو صادر کرد و گفتش که این کارها حرام است و به هیچ وجه نباید این کارها رو کرد و از ولایت باید حمایت کرد. اون یک سرباز ولایت و در عراق هم داره دستورات به اصطلاح ولایت فقیه رو انجام میده، همونجوری که خودش گفته همیشه ولی فقیه. دیگه چیزی هم که می‌خواستم اضافه کنم اینه که مادر ایشون هم به هر حال چندی پیش درگذشته بود، یا میکنم بوده 1 سال پیش بوده، 1 سال و نیم پیش بود و معاون وزارت اطلاعات امنیت خاتمی که نقش اصلی رو در قتل‌های زنجیره‌ای داشت، مصطفی کاظمی که منجر به زندانی شدنش شد و کسی بود که مسئول عملیات به اتوبوس انداختن نویسندگان هم بود، اون مسئولیتش رو بر عهده داشت. اینها عکسای مشترک زیادی رفت تسلیت بگه به آقای قاسم سلیمانی، عکسای مشترک زیادی هم انداختن، یعنی آقای قاسم سلیمانی هیچ عبایی از این نداره، ترسی هم نداره از اینکه کنار سعید امامی ها یا مصطفی کاظمی ها عکسای مشترک بندازه. خیلی خوب که اشاره کردید به نقش در واقع این نیرو در صحنه سیاست داخلی. متاسفانه وقت چندانی نداریم، ولی به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم آیا پر و بال دادن و بالا بردن یک شخصیت نظامی، یک فرمانده نظامی و وارد کردنش به عرصه سیاست میتونه از ایشون یک ژنرال مشرف دیگر بسازه؟ آیا احتمال سلطه بیشتر نظامیان بر عرصه سیاست ایران وجود داره؟ همین الان سپاه قدرت بسیار زیادی داره در حکومت جمهوری اسلامی، در همه نهادهاش، قوه قضایی، مقننه، در بخش‌های مختلف، حتی باشگاه‌های فوتبال هم می‌بینید اینا همه دست گذاشتن. این به شکلی واقعا نقشی دارند که میشه گفت سنگین‌تر از حتی دولت خود جمهوری اسلامی هستش. موقعی که میگن بیش از 50% واردات قاچاق هستش و اسکلای مجاز هم دست سپاه هست و دیگر مسائل اقتصادی، شرکت‌هایی که در دستشون هست. من گمان کنم آمدن قاسم سلیمانی به میدان صحنه سیاسی داخلی فقط باعث بسته شدن هرچه بیشتر جو سیاسی میشه، باعث این میشه که به هر حال یک نوع به هر حال من خودم شخصا وضعیت فعلی رو به شکل حالت فاشیسم مذهبی میدم، ولی به نظر من تشدید میشه یه همچین وضعیتی، به خصوص اینکه میبینیم افرادی از روحانیت از این قاسم سلیمانی دارن حمایت میکنند، مانند علم الهدا
مانند جنتی در نماز جمعه میاد این گونه ازش حمایت میکنه و علم الهدا، همه اینها به نظر من فقط دورنمای سیاهی رو نشون میده در صورت ورود قاسم سلیمانی به صحنه سیاسی داخلی. آقای دکتر بشیرتاش، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو به مصاحبه پذیرفتید. سپاسگزارم.